خیلی به هر کس موفق نمیشه، لیکن حقیقتا بسیار مهنتور زیاده. حضرت هم در کتاب منبهاتش بسیار پندهای زیبا آوردگی. حقیقتا کتاب کچم منبهات به معنای همین دیگه رنگ یک بودیلنیک شکلی که زواناک میزنه بیدارت میکنه، این منبهاتش معنوش بیدار کننده ای. هر یک انسانی که وقتی میخونش همون چیزی در همون کتاب دل میبندی. بسیار بسیار جمع آوری خوب کرده گیده. همزمان جا نگاه کرده میگه بین همش یک اگر چند حضرت قال علیه السلام آورده است، ولی الله دانا هست. ما در نسبت حضرت جا یگان ایران این عنوان حافظی داره، مردک محدث است، ولی به حیث یک گویم بسیار نصیحت زیبا میگه که من اصبح لضیق المعاش. هر کسی که اگر سحر مثال از خواب میخیزه و بسیار مقصد حزینند ضیق المعاش، بسیار مقصد غمگینه از همین تنگی های زندگیش، بسیار خیلی و خیلی مقصد خفای بگیم یا بسیار ناراحته که همین تنگی زندگی مقصد دستی مرا گرفتگی است. میگه در همین حالت میگه وقتی انسان با همین خیل اگر از سحرخیزی کرده باشد، اینجا میگه من اصبح یشکو لضیق المعاش فکأنما یشکو ربه. هر کسی که از همین تنگی زندگیش شکایت میبره، میگه این آدم میگه یعنی همچون الله مهربان شکایت کردگی است. کوچ خیلی حدیث داریم که پیامبر نازنین گفتگی است که اگر کسی اگر ناداریش در پیش کسی اگر آشکار کنه، هیچگاه از همین حالت بیرون نمیشه. همین زمان، همین نفس، همین دنیا، همین خیلی ما کردگیه که برای 4 تنگه نولادراف ما باید بکنم بگیرم، هزار خیلی گردن ما کج میکنم که همین یگان سوما بگیرم. پیامبر گفت که وقتی تو خودت در همین حالت آورده باشی، تو اکه همین کمبغلی عیب نبود، لیکن وقتی همچی یک چیزی بسیار همین پستی خودت بگیم اکه در پیش یک کس که آشکار کردی، تو یک عمر در همین حالت باقی میمونی. اگر به شرط تو همین را پیش الله میبردی و پیش خدا دا اگر آشکارش میکردی، زود بود که خداوند را از همین رهایی میداد. لیکن ما همین مراجعت نداریم که ما این خدای مهربان در آخرانی که همه جا امیده ما کنده شید، بعد روی ناامیدی بعد الله دا ما و شما دست میبرداریم. این خیلی در مد اول ما از خدای مهربان تکیه نمیکنیم. اگر همینجا اگر میگه شخصی که شکایت میکنه ای تنگی زندگیش، میگه این همچنان است که یعنی الله را شکایت کردگی. یعنی هیچ وقت انسان باید که در هر حالتی که خدای مهربان انسان قرار میده، به همون حالت خودش باید که او شکرگزاریش داشته باشه و قناعت باید داشته باشه.
برای چی ما حدیث ها میخونیم که من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له دنیا بحذافیرها. سحر کسی که کلبه کت آورد، خب همه عضوهات مقصد هیچ کدامش یگان معیوب و مسلوق و یگان بیماری نیست. یک روز خراب در خانه هست، پیامبر گفت همین دنیا همین چیزی که داشت را دادش. همین مثال در این شکایت بردن در کار نیست. دویم میگه نصیحت دیگری کردن، گفتن که هر کسی که اگر سحر از خواب میخیزه و این آدم هم مقصد با چی میخیزه؟ مثال به یک حالتی از همون تنگی زندگیش باز، اینم از ناداری هاش به همین حالت مثال ایجاگا بلند میشه و همون بگیم غمدار لی امور دنیا، برای همین کارهای پیش نرفتگیش، کارهای مثال همین رنگ نگرفتگیش، خیلی خلاص همین کارهاش مانده است، غم همین کارهای دنیاشو میخوره. میگه این آدم میگه یعنی اصبح ساخطا علی الله، یک انسانی که صبحخیزی کرده است ولی بدبختیش در همین که به این اندیشه‌ای که این آدم از جای خواب بیرون شد خودش در غضب خدا مبتلا کرد. و در اخیر بعد چی گفت؟ سیم نصیحتش گفت انا من تواضع لغنی لغناهو فقط ذهب ثلث دینی. هر کسی یک آدمی به دولت به خاطر دولت داریش اگر تواضع کنه، این سه دین انسان از بین میرفته. ما تواضع مقصد ما داریم، حدیث در باب تواضع داریم که اگر ما یک کس به خاطر خدا اگر تواضع کنیم، الهی مهربان با تو چند مقام ما را مرتبه ما را بلند میکنه. اگر به خاطر خدا باشد، به خاطر خدا. لیکن میگه اگر هر انسانی که به خاطر مالش اگر وقتی انسانی را اگر او چیکار میکنه تواضع میکنه، حالا سه یک دین از بین میره. یعنی هیچگاه برادر عزیز اصلا همین شکل از گپ در سر این میره که خودی همین آدم را خطر داره. ولی برای چی میگن که آدمی آریان باشی، اگر مثلا ما در یک بروک خالی باشم بالام اگر لوج باشه، میگن یا دیگر آغوش نگیریم، یا دیگر مثال دوسته رفیقته آغوش نگیریم. در کتاب های فقهی اجازت نمیده، یا بوسه کردن اجازت نمیده، زیرا همین ها مقصد خطر دارند، در خود انسان خطر داره. همین بگیم انا همین تملق کاری ها، انا همین مقصد تواضع های بی مورد وقتی که میکنیم خود همین انسان بیمار میکنه. این دیگه نه تنها برای یک نفری مالدار، هر نفری را که اگر ای از مالدارها بیفت این کارش دیگه همین میشه. این فقط دیگر او را چیکار میکنه؟ مقصد فقط تواضع میکنه. تواضعی به خاطر همون دنیا های ای هم بینین این گندگیش در چیه که برای چی حدیث های پیامبر است که میگه احرس التراب علی وجوه المداحین. یک نفری که ترا وقتی وصف میکنه تعریف میکنه، خب شما مشتی خاک بگیرین در چهرش بزنین، زیرا که یگانه آدمی که ترا از باد و بخار میبره هموهای. همین تواضع های ما هم همه را همین خیل میکنه که گویا که دیگر اونا در مد اول همه ایستادگی هم همونها را همین بگیم تواضع های بی جای ما کردگیم. خیل از همین لحاظ مثال حضرت گفت که مقصد هر کسی تواضع میکنه به همین خاطر باشد، اگر هر آینه چی است
سیاکی دین شایبین میره. ولی یک قصه را یک بار گفته بودیم که در کتاب خدا خیرش دید، کتاب عبدالوهاب شعرانی ده خوندم. این شعرانیش ای شعراوی با فرق میکنه. این شعرانیش میگه که همین جناب امام محمد شاگرد حضرت امام ابو حنیفه بود. امام محمد یکی از شاگردای بسیار معروف و مشهوری همین جناب ابو حنیفه، یکی همین امام محمد بود، یکی امام ابو یوسف. انا در بسیاری مسائل هم خلاف قطعی همینو کردگی. میگه وقتی که شاه همون زمانه در آمد، شاید همون خلیفه منصور بود، وقتی که میگه در آمد امام محمد از جوش نخیز. میگه بین همه خیز و نخیز. میگه بعد میگه میدونین ایلت چی بود؟ بعد میگه بیا از دهن خود امام محمد گوش کنیم که امام محمد چی گفت. میگه وقتی که با مقصد پادشاه سلام کرد، گفت که خلیفه گفت از من خفه نشو، گفت اطاعت تو واجبه، گفت شما خلیفه ما هستین، لیکن اگر من میخواستم حیبت و وقار دین ای بین میرفت. من به همین خاطر گفت پیش شما بلند نشیدم. برای همین چی طرفهای را اهمیت میدادند، دیگر فکری جون خیچه نمیکرد، فکری بودن و نبودن خیچه دیگر فکر نمیکرد. برای همین یعنی ماها پولدار و مالدار نمیروند، مال هم الله با اونها داده است، خدای مهربان با او داده است و الله مهربان با در برابرش اگر توفیقش داده باشه که از اون مال احسان کنه و خیر کنه، خوش به حالش دیگر این بهترین است. ولی اینجا گپ در سر این میرود که همون نفرهایی که مثال وقتی اونها را به همین خاطر بین دستا مثال در پیشی برشونه، این بسیار یک خطر کلان داره، هم برای اون مردک هم برای خود انسان. این نصیحت یک خوردکه که ای جناب حجر اسقلانی که در کتابش آورده است، اگر چند پنده های اندک میتو، لیکن در درون اینها بسیار معنای بلند ایستادگی. اگر ما هر یک نصیحت و اینو اگر باشه برخوردار شیم، بسیار اینم برای ما و شما خیلی زیاد داره. شاه یوسف خدا برکت یا برادر عزیز، الله نگهبان باشه. بسیار تشکری خیلی زیاد گذشتگان تا خدا رحمت و مغفرت کنه و خیلی که حقیقتا همون احسان ها و خیرهایی که مثال طرف شما می شود، همون الید العلیا خیر من ید سفلی پیغمبرمان میگن، دست دهنده همه وقت بهتره ای دست گیرنده. اگر دست شما که دست دهنده است، انشاءالله این را بهتر میگه از دست آدم هایی که گیرنده هستند. برای می خداوند سپاسگزاری هم کن در کل که الله برای شما دست های داده که دهنده هم. این را خدای مهربان سپاسگزاری کن در کل که حقیقتا خداوند در برابر اونه که مثال کم یا زیاده که برای انسان میتو با همه را مثال حرکت میکنه که مثال احسان کنه و خیر کنه، این بسیار نعمت بلنده به خدا که را شکرگزاری کنده کن. و شما در مثال احسان هاتون هیچ وقت با وعده هایی که از الله و رسول او است شما هیچ وقت کمبود نمیکنید. اگر در این تجارت های بیرونتون از حساب های مثال کورس ای حساب مقصد یگان رفت های دیگرش اگر تجارتتون در یگان خسارات شود امکان داره، لیکن خیلی که در روی خدا می شود یک کاری نیکی هست که فقط در اینجا برده، در اینجا هیچ وقت مثال بزیان نیست. همیشه یک بهترین تجارتی هست که بین بنده بین خدا هست. بین خدا همه احسانات را دستگیر کنه. چند بار در همون رمضان ها ما بودیم
الله خیر تا شاه یوسف آخه ما بسیار بر وقت می اومدیم یه وقتی کلی خدا با توی دوی دیگه با نگهبان تو باشم مایل محبت ها با خواهی شما بعد این خدا زیاد کنه یا